ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، با سوره فاتحه چه قسم زندگی بکنیم؟ دوستان عزیز، قسمت دوم ما شما گفتیم که در سوره فاتحه وقتی میخوایم با سوره فاتحه زندگی بکنیم، اول باید یک احساس بسیار عالی قوی ایمانی داشته باشیم. دومش، سوره فاتحه را با دعا و ثنا، سوره است که در این دعا تعلیم داده میشه، در این ثنا بیان میشه، در این استعانت بیان میشه، در این هدایت بیان میشه. پس این سوره را با قصد دعا، ثنا، استعانت و هدایت بخوانیم. مثلا وقتی ما شما سوره فاتحه را باز میکنیم، میگیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، حمد، ثنا و صفت، تمام صفاتی که به جلال و عظمت الله شایسته هست و الله متعال او اسما و صفات خدا که در قرآن عظیم الشان گفته هست که به ذات با عظمت از او شایسته هست، لله خاص، برای الله هست. ای چی بشه؟ ای ثنا هست، حمد و ثنا. او ذاتی که رب العالمین است، ثنا. او ذاتی که رحمان الرحیم است، ثنا. او ذاتی که مالک یوم الدین است، حمد و ثنا. حمد و ثنا شایسته کدام ذات است؟ او ذاتی که الله است. اللهم اینی اشهدک و اشهد حملة عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت الله. سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم در اذکار صبح و شام، اللهم یا الله، ما شهادت میدم، اللهم اینی اشهدک، تو را شاهد میگیرم، و اشهد حملة عرشک، و شاهد میگیرم کسایی که عرش تو را حمل میکنن، و ملائکتک و ملائکت و جمیع خلقک و تمام مخلوقاتک، به انک انت الله، که تو الله هستی، یعنی معبودی به حقی که عبادت خاص بر تو است. پس اینجا چی میکنیم؟ ثنا. و باز دعا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. دعا میکنیم یا الله، تو که الله هستی، رب العالمین هستی، الرحمن هستی، الرحیم هستی، مالک یوم الدین هستی، یا الله دعای من قبول بگو که ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. یا الله عبادت خاص بر تو میکنم، استعانت خاص از تو میخوایم، یا الله مرا به راه راست و مستقیم هدایت بکن. کدام را یا الله مرا هدایت میکنی؟ صراط الذین انعمت علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. یا الله مرا از راه کسانی که اونا گمراه شدن، سرشان غضب تو نازل شدن، او علمای سوئی که علم داشتن ولی عمل نمیکنن به او، به خاطر منافع دنیوی و چوکی و قدرت و پیروی از طواغیت. یا الله مرا از جمله اسلام بگردان. یا الله از او انسانهایی که نمیخواهند که دین بفهمند، بلکه برای خود به دل خود دین جور میکنن، خود گمراه ساختن، راه گم هستن، یا الله در جمله ضالین مرا حساب نکن. پس در این سوره مبارکه، این سوره را میخوانیم با قصد دعا، با قصد ثنا، با قصد استعانت، اهدنا الصراط المستقیم. وقتی که از اول شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به استعانت نام با عظمت او ذاتی که نامش الله است،
و صفتش الرحمن است و صفتش الرحیم است. و استعانت البا، اینجا با برای چی است؟ برای استعانت. بسم الله، به استعانت الله، بالاستعانة بسم الله، بالاستعانة بالله، بالاستعانة بالرحمن الرحیم. از استعانت و استعانت کمک هستی من چی میکنم؟ زندگی خود شروع میکنم، تلاوت قرآن شروع میکنم، عبادت خود شروع میکنم و به استعانت ازی او ذاتی که از او استعانت میخواید تمام مخلوقات، تمام کائنات با کمک از او استاده هستند. تمام کائنات با کمک از او خلق شدن. پس با استعانت و باز میگیم به قصد هدایت میدن. اهدنا الصراط المستقیم. یا الله، تو ذاتی که ثنا داری، تو ذاتی که برای تو دست دعا را بالا کردیم، تو ذاتی که دارای این صفات هستیم، یا الله مرا به راه راست و درست هدایت بکن، مرا به راه صحیح هدایت بکن. اون راهی که نبیین رفتن، صدیقین رفتن، شهدا رفتن و صالحین رفتن. پس سوره فاتحه را با این دعا و ثنا و این استعانت خواستن و این هدایت خواستن و این دعایی که مرا در راه